ما یه خونه داشتیم، نه پنجره داشت، نه در داشت، نه دیوار. اونجا گر تمام عمر گشتم واژه‌ای دیگر نبود. مهربان بسیار دیدم هیچ کس مادر نبود. حرمت هر کس جدا و حرمت مادر جداست. مادر من خالق روی زمین بعد از خداست. خب امروز در کنار یک شیرزن انزلیچی هستیم. من شما رو آقا سهیل صدا کنم یا سهیلا خانم؟ من آقا سهیل هستم. داستان این که به شما میگن آقا سهیل و خودتون علاقه دارید که به این استعدادتون کنن چیه؟ سالهای سال تو این مردها بزرگ شدن، واقعا گذاشتن که من واقعا آقا سهیل باشم. نظر خرید فروش ماهی من خیلی کمک کردن. آقا سهیل من مادر 4 فرزند هستم. از اونها ندارم که بگم آقا من زن نیستم. مادر 4 فرزند هستم. ولی دیگه تو مردها من بزرگ شدم. هیچ موقع دوست ندارم به من بگن که سهیلا خانم. آقا سهیل اسم من تموم شد. از اول به ما توضیح بدید که داستانش چی بوده؟ این داستانی که زنی که از شهر خودش تنکابون که خودش دریا میرفت دیگه مجبور شده، یه ازدواج ناموفق داشته، اومده تو شهر انزلی. این بود گرفتاری و مشکلات، دست پنجر نرم کردیم دیگه. از چند سالگی اومدید منزل؟ از 14-15 سالگی. از 15 سالگی اومدید منزل؟ آره اومدیم انزلی، چون تمام دایی‌های من تو این شهر هستن. مادر منم مال اینجاست، بابای منم مال اینجاست. ما بزرگ شده تنکابون هستیم، شهسوار هستیم. طور شد اومدید توی بازار ماهی فروشان. آره. قبلش چیکار کردید؟ قبلش خدا ببخشه بیامرزه حسین کامیاب بود. من رفتم پیش حسین کامیاب، میوه فروش بود، کل فروش بود دیگه. وقتی منو میدید میگفت که چرا اینجا هستی این موقع؟ گفتم آقا 4 تا بچه دارم، میخوام ازت میوه بگیرم نسیه ببرم بفروشم، ولی پولشو ندارم، بعدم بیارم میدم. من میوه حسین کامیاب خدا ببخشه بیامرزه به من داد، ولی من ضرر کردم. حسن رشتی سبزی فروش، خدا روی اونم شاد کنه. اون به من سبزی میداد، میگفتم که من 4 بچه دارم، میخوام سبزی ها رو بفروشم برای بچه‌ام یه چیزی ببرم خونه. اونجا هم ضرر کردم، چون من به کارهای صید صیادی دریایی، من قبلا دریا میرفتم، گفتم بیام تو این بازار ماهی فروشا. من اون سالی که اومدم تو بازار ماهی فروشا، فرماندار شهر من میدید. اون سالی که سالهای قبل فرمانم، یعنی مسئول شهر نگفت آقا من برم این خانوم تو این بازار اومده، این همه مرده، این خانوم جوان این بازار چی میکنه؟ آخر بازم که این سماکای ما مثل قاسم توکلی خدا روش شاد کنه، اینا به من کمک کردن که من بتونم زندگی منو. ما یه خونه داشتیم، نه پنجره داشت، نه در داشت، نه دیوار. اونجا گر تمام عمر گشتم واژه‌ای دیگر نبود. مهربان بسیار دیدم هیچ کس مادر نبود. حرمت هر کس جدا و حرمت مادر جداست. مادر من خالق روی زمین بعد از خداست. نمیخواستم ناراحتش کنم. آقا سهیل ما زندگی خیلی سختی داشته و خیلی براش خوشحالم که یک زن سرپرست خانوار بوده و اومده تو شهر انزلی تونسته موفق بشه و الان به یک جایگاهی برسه. خدا رو شکر. رسیدیم به اون جایی که شما داشتی صحبت میکردی و از سبزی فروشی هم نتیجه نگرفتی. آره. اومدم دیگه تو بازار ماهی فروشا. فکر میکنم یه تایمی هم تو یکی از مصاحبات دیده بودم که آژانس هم کار کرد، یا نمیدونم تاکسی کار کردی. خط ویژه راننده بیابون بودم، راننده خط ویژه میدان مالا بودم. اونجا بودی؟ آره تو 60 تا مرد یه زن بودم. زیر پل انزلی بود، شنبه بازار قدیم. اونجا ماهی میفروختیم. واقعا اونجا صفای اونجا، محبت های مردم اونجا، دنیا و ما ارزش داشت. مسئولین اونجا ما رو نگاه نکردن. یک بار نگو بریم این زن تو بازاره، آیا این زن به ما نیاز داشته باشه 4 صبح این زن به این جوونی؟ یک بار نگو. بعد از چند سال بعدش دیدم یکی از چیهای مال فرماندار اومد به من گفت که آقای فرماندار میخواد باهات مصاحبه کنه. گفتم برو به آقای فرماندار بگو من برای مصاحبه با اون حاضر نمیشم. شما زنهای تو بولوار هستین، اگر بخواین یه کمک هایی به اونا میکردن، زنها تو بولوار پخش نمیشدن اینطوری.
من که یک زنی بودم شجاع، من خودم رو جمع کردم. خود بازاری ها بودن که هوای شما رو خدا داشتن؟ بازاریا، خودتون اینجا مشت مشغول شدین؟ عبال 1، قاسم توکلی 2، خدا بیامرزه آقای پورغلامی 3، صمدی، قرتاز، سماک های بازار خیلی کمکم کردن تا یکی مسئول نشد. بازم چنین مشکلی برام پیش اومد، بیا من تو رو معرفی کنم کمیته امداد چی آقا؟ به من بگو یه وام بگیرم من برم پولشو بدم. تا این حدم به من کمک نکردن. مرداب و انزلی زیبا داشتیم، این قایقرانای ما مسافر کشی میکردن، اونم از بین رفت. شاید من توی استادیوم نرم ولی تمام فوتبال رو زیر نظر تلویزیون نگاه میکنم. ملوانی اصیل. ملوان اصیل، تیم من ملوانه، آره. من عاشق تیم من هستم. درود بر شما. یه رستوران داشت اون از من ماهی میگرفت، از 1400 توی خیابان با کار میکردیم، بهشون ماهی میدادیم پول ما میدن. از 1402 دیگه به من پول من نداد. از 402 ماهی گرفت تا 404 دیگه پولتون رو پول نداد. نه. پیگیری کردید به صورت من قانونی؟ تو زندان، باید زندانم بدید. پول نمیشه، حداقل 300 400 تومن الان به بازار بده کارم. حتی ماشینی منم فروختم دادن 400 تومن، نمیدونم یکی کمکم کنه من یه وام بگیرم که مثلا برم 4%. شرکتی بزنه شما آره. بتونی یه وامی بگیری، آره. بعد اصلا اقساطمون رو پرداخت کنی خودم بتونی این اقساط. ور تصفیه کنی. این محمد جوان مانی، من تو این بازار بدهکار شدم، کسی به من بار نمیداد، 4 ماه مغازم بسته شد. این جوان منو حمایت هم خدا کرد. خیرت بده. ما هممون حکم مادر داریم آقا. دقیقاً. هیچ ملتی هم سر انجام وظیفه کردیم. این وظیفه ما بود که به عنوان کسی که تو این بازار باش زندگی کردیم خوشش دادیم. دم شما همیشه گرم. برای ما حکم مادر داره. دم شما گرم. خدا. دست در نکنه. یه وامی چیزی بتونن برشین بنده خدا کاسبه، همین اعتبارش تو بازار باعث بله، میشه که دنیای منه، دنیاییه اعتبارم. واقعا. اصلا بهش یه کالا. وامی بدن اینجا تصفیه بشه، مشکلش حل بشه، بتونه خورد خورد اون وام پرداخت کنه. با آره غیرت دیگه، داره کار آره. میکنه. اگه دست من بگرده که من تو این بازار انشالله. بتونم. من نمیدونستم این موضوع رو، اومده بودیم یه گفتگوی کنیم که ایشان. عزیزی موفق و مؤید باش. شما افتخار شهر هستین که میایین واقعا دغدغه‌های مردم رو تصویر میکشین. قربونت برم. تشکر از عزیز لطفتون.